به نام خدا. سلام. در این قسمت که اولین قسمت از دوره متوسطمون میشه که قرار بریم سراغ برنامه‌نویسی اندروید، میخوام اولین پروژه رو این دفعه با اینترنت و یه آی پی غیر ایرانی یعنی تحریم شکن فعال چیکار کنیم بسازیم و بریم حالا با اون مباحث برنامه‌نویسی اندروید آشنا بشیم. توی اندروید وقتی یه پروژه جدید میخوایم بسازیم، ما اینجا یه حالتی داریم که یه تمپلیت های میاره، حالا از این نمونه‌ای که از قبل آماده شده که ما حالت امپتی اکتیویتی رو انتخاب میکنیم، یه اکتیویتی خالی واسمون بیاره که بیس رو داشته باشه، یه کتابخونه‌های پایه رو خودش داشته باشه. اسم برنامه رو میگه چی میخوای بذاریم، که مثلا ما میذاریم یونی، مثلا میذاریم اسفندونه 1 و پکیج نیم قبلا هم توضیح دادم، باید آدرس مثلا سایتتون به این شکل که من می‌نویسم، اول داتا یارش یا دات کامش می‌نویسی، بعد اسفندونه و بعد هم اسم پروژه‌تون رو می‌نویسی. این باید یکتا باشه و هیچ نرم افزاری تا الان با این پکیج نیم نباید وجود داشته باشه داخل حالا گوگل پلی و کلا منتشر نشده باشه که شما بتونید اون رو منتشر کنید. بعد وقتی که دامنه خودتون اولش باشه دیگه میدونیم که این دامنه واسه خودمونه و کسی دیگه اون استفاده نکرده و اینجوری دیگه خیالمون رو از این بابت هم راحت. اسفند دوره. خب این هم که محل پروژه است. مینیمم اندرویدش هم معمولا همونی که دیفالتش هست میذاریم و دست بهش نمیزنیم. شاید بگی خب برم بذارم اندروید 6 مثلا کمتر کنم، اینجوری گوشی‌های بیشتری ساپورت میکنه، ولی خب یه سری محدودیت میخورین دیگه، یه سری API ها رو ندارین، مثلا باید چک کنید. اگر هم بذارین جدیدترین ها، مشکلی که میخورین اینه که تعداد دیوایس هایی که پشتیبانی میکنین کم میشه. قاعدتا بذارین همون چیزی که خودش پیشنهاد میده، معمولا بهترین حالتش، مگر اینکه حالا کارفرمایی که دارین یه حالت خاصی رو از شما خواسته باشه و این رو هم که بهش دست نزنید. اگر که یه تحریم شکن خوب فعال داشته باشین، اینجا شما کار خاصی نباید انجام بدین، فقط منتظر میمونید تا گریدر پروژکت سینک تموم بشه و اگه میخواید ببینید داره کار میکنه نه، بیاید اینجا روی این چکشه بزنین. ببین اینجا الان خطا داد، نتونست دانلودش کنه. این نشون میده که تحریم شکن خوبی فعال نیست. حالا یکی دیگه شو امتحان کنم ببینیم چی میشه. الان سینک رو بزنیم. در هر صورت الان توی روی این چکشه اینجا بزنید، چکش دیگه، چکش بزنید، پروسه رو به شما نشون میده. ببینید باید شروع کنه فایلایی که لازم داره دفعه اول رو دانلود کنه. خب اگر که خطا بخوره و اینجا داشته باشه دانلود نشه، خب مشخصا تحریم شکن خوب نیست. دیدین من عوض کردم، حل شد مشکلش. روش مابل مارکت هم که قبلا تو دوره قبلی آموزش دادم که اگر که حالا اینترنت ندارین یا تحریم شکن خوبی ندارین، میتونید از سرویس‌های ایرانیش استفاده کنید که حالا اگه بخوام خیلی کوچولو اینجا اشاره کنم، maven.market.ir که برین اینجا ماون ریپوزیتوری رو، ماون رپر، اینا همشون توضیح داده که چجوری میتونید جایگزین کنید که دیگه توضیح نمیدم. همون ویدیو قبلی رو اگر خواستین ببینید. اگر که اینترنت دارین و تحریم شکن خوبی دارین که همینجا بزنید خودش سینک میشه، اصلا نیاز به این کارا نداره. خب پروژه تا ساخته بشه من شروع کنم توضیح دادن ساختار نرم افزارهای اندروید. از الان که من ویدیو دارم ضبط میکنم که 30 خرداد 1405 محرم هم هست، واسه اینا پرم لباس میشکی برامه و چند روز پیش اندروید 17 معرفی شد و گوگل گفت که از این به بعد دیگه ما کامپوز فرست هستیم. یعنی چی؟ و قبلا از اولین نسخه های اندروید که اومده بود، اندروید بر پایه XML ویو کار میکرد و یه سبک برنامه نویسی خاصی داشت که بعد از چندین سال سبکش رو عوض کرد کامپوزیبل، که الان ما اون کامپوزیبل رو قراره به شما آموزش بدیم. بعد سال 2-3 روز پیش دیگه اومد گفت که اون روش قدیمی دیگه قدیمی شد، از این به بعد ما اولویتمون دیگه کامپوزه. خب و اون چیزی هم که شما دارید یاد میگیرید، الان دارید یاد میگیرید، به شدت چیز بروزیه و قرار از این به بعد این باشه. حالا تا چندین سال آینده دوباره یه چیز جدیدی بیاد نمیدونیم، ولی فعلا اون چیزی که من دارم به شما آموزش میدم چیزی که دیگه اولویت اندروید و فعلا تمرکز گوگل روی اینه واسه توسعه نرم افزار اندرویدی. پس چیز کاملا آپدیت و بروزی. حالا خب اینم سینک شد و هیچ خطایی هم نداد. اگه خطا بیاد اینجا دوباره هم اتفاق مشابه میفته و اونجا مدام باید سینکش کنید با حالا آی پی مختلف تا درست بشه.
پروژه اندرویدی به صورت پیش‌فرض اینجا اگر ببینید، اگر روی اندروید نیست اینجا بذارید روی اندروید، وقتی که بازش کنید اینا رو قبلا توضیح دادم، ساختار رو اینا رو خیلی توضیح نمیدم. یه مین اکتیویتی داره. مین اکتیویتی صفحه اول ما تو کاتلین کلاس مین می‌نوشتیم و اونجا اجرا میشه نرم افزار. مین اکتیویتی جایی که اجرا میشه و اینو هم میتونیم تغییر بدیم. حالا وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی برنامه در حال حاضر به صورت پیش از مین اکتیویتی شروع میشه که خودش از کلاس کامپوننت اکتیویتی ارث‌بری کرده که ارث‌بری رو هم قبلا آموزش دادیم که این یک سری فانکشن‌های کلی رو داره و این هم یک سری فانکشن‌های خاص‌تر رو داره. بعد اینجا ببینید خود اکتیویتی، کلاس اکتیویتی یه چیزی داره، فانکشنی داره به اسم on create رو ما به override کرده. همه اینا رو تو بر بحث ارث‌بری دیگه گفتیم دیگه. یه فانکشنی رو اونجا نوشته، الان میخوام دوباره استفاده کنیم، پس میایم override می‌زنیم. اینا رو خودش حالا پیش‌فرض نوشته است و اینجا اولش اومده super dot on create نوشته، یعنی کلاس پدر، و حالا مخاطری که لازم بوده بهش داده. از اینجا به بعدش دیگه مربوط میشه به کد ما، چیزی که ما بنویسیم و انجام میشه. اگه بخوام چیزایی که الان هست رو توضیح بدم، یه نمونه یه خط enable edge to edge داره که جدید اضافه شده. اگر کنترل رو نگهداری روی هر فانکشنی یا حالا توی مک کاماندو بدون و روش حالا کلیک کنید، اینجا توضیحاتش هم نوشته که این چیه. خب به صورت کلی واسه این باعث میشه که روی دستگاه‌های مختلف که حالا اون بالاش ناچ داره، جای دوربین داره، پایینش نمیدونم جای دکمه‌های بک داره، بعضی گوشی‌ها نداره، بعضی گوشی‌ها داره، بعضی حالا کامپوز روی برنامه‌های کامپیوتر و آی او اس و اینجور چیزا میشه استفاده کرد کلا رو مولتی پلتفرم. خب حالا بعدها میتونید برید سراغ کامپوز مولتی پلتفرم و قشنگ اینو هم ببینید. این کلا میاد هندلش میکنه، صفحه نمایش رو هندل میکنه که برنامه شما بیرون نزنه از گوشه ها، جایی که کاربر دسترسی نداره و اینو بس بذارین باشه. این حتما باشه. خیلی خودش هم نوشته، ببینید واسه سیستم بارها و چیزای مختلف. قبلا نبود و خیلی اذیت میشد، الان خودش اومده اینو گذاشته آمارش کنه. کاری که ما میکنیم، محتوایی که میخواد نشون بده داخل ست کانتنت، یعنی هر چیزی که داخل ست کانتنت قرار بدیم، عکس، فیلم، متن، هر چیزی اونو نمایش میده که به صورت پیش‌فرض یه دونه تم واسمون ساخته که حالا رنگ بندی نرم افزاره. اگر نرم افزار اجرا کنیم، قبلا شبیه ساز ساختیم صرفا اجرا میکنیم که مثلا حالا تو حالت پیش‌فرض حالت شب و روزش هم اوکی کرده، یعنی شب یه رنگیه، تم شب دارک کار برای فعال باشه و تم روزش هم که حالا یه رنگیه که همه اینا رو میشه درست کرد، تنظیم کرد. و حالا اسکافولد و اینجور چیزها هم داره که توضیح میدم، ولی اول بذارید یکم خیلی سریع پیش نریم. توی کامپوز ما هر چیزی که بخوایم به کاربر نمایش بدیم، اول بگم اینجا روی تب رانینگ دیوایس الان شبیه سازی که اجرا کردیم و نمایش میده. توی اندروید توی حالت برنامه‌نویسی کامپوز که ما داریم انجام میدیم، هر چیزی که بخوایم به کاربر نمایش داده بشه به یک شکلی که قابل دیداری باشه، باید روی فانکشن های کامپوزبل باشه. ببینید خودش اومده اینجا یه دونه گریتین نوشته، یه فانکشنه. ببینید اینجا یه فانکشنه گریتین نوشته که داخلش یه تکست رو نشون میده. خب این فانکشنه بالاش یه دونه انوتیشن داره که نوشته کامپوزبل، ادساین کامپوزبل. هر چیزی که شما بخواید داخل ست کانتنت خود به کاربر نشون بدین، باید از فانکشن هایی باشه که کامپوزبل هستند. اگر که کامپوزبل رو من حذف کنم، چه اتفاقی میفته؟ برنامه خطا میده. ببینین خطا داد. خب میگه آقا فانکشنی که شما میخواید استفاده کنید تکست و اینا توش نشون بده، باید حتما کامپوزبل باشه. پس من این کامپوزبلش رو برمیگردم. این نکته خیلی مهم توی برنامه‌نویسی کامپوز و دلیلش هم اینه که بتونیم آقا بیایم فانکشنایی که حالا چیزای نمایشی دارن و با فانکشنایی که حالا کارهای محاسباتی و چیزای دیگه انجام میدن جدا کنیم، چون باید به صورت خودکار بروز بشن. تو برنامه‌نویسی اندروید حالت قبل اینجوری بود که مثلا ما می‌خواستیم متن رو تغییر بدیم، خودمون باید دستی بهش میگفتیم تکست مثلا دات set تکست ست کن این متن رو داخل این، خب مثلا در حال راه اندازی 10%،
بعد دوباره مثلا در حال راه اندازی 20%، در حال راه اندازی 30%. هر بار باید متن خودمون تغییر میدادیم. ولی تو کامپوز که الان پیش میریم میبینید هم مفهوم داریم به اسم استیت که میاد خودکار ویو ها رو بروز میکنه، یعنی ظاهر به صورت خودکار وقتی که محتوا بروز میشه. خب اگر که برنامه‌نویسی ویو قبل انجام داده باشی الان یکم تغییر ذهنیت سخت میشه واسهتون، ولی اگر که از صفر الان تو کامپوز دادی خیلی کارتون راحت تره، چون اصلا نیاز به تغییر ذهنیت رو ندارید. آره کار ما خیلی سخت بود. اون لحظه که باید اینا رو درک می‌کردیم واقعا اذیت شدیم، ولی کلی آموزش دیدیم تا بتونیم اصلا ذهنیتمون رو عوض کنیم. آقا دیگه قرار نیست دست این چیزا عوض شه، باید جوری بنویسیم که خودکار خودش عوض بشه. خب حالا شبیه ساز اجرا شد، من میزنم که برنامه‌مون روش اجرا بشه. در حال حاضر چیزی که الان مشخصه اینه که یه فانکشنی داریم، اسکافولد رو بعداً توضیح میدم. خب یه فانکشنی داریم به اسم گریتین که کامپوزبل هست و قراره یه متن رو داخلش نمایش بده که نوشته هلو و ورودی که گرفته رو جلو تکستش میاره که اینجا ورودی اندروید است، هلو اندروید رو برسه. پس من اگه اینجا بنویسم هلو عباس علی میرسه هلو عباس علی. این فانکشن رو برای ما حالا نوشته در هست. یه دونه فانکشن هم یه چیز دیگه هم اینجا هست که حالا مثلا شاید سوال بشه وقتی پیش‌فرض می‌سازین، نوشته انوتیشن پرویو داره واسه همون کامپوزبل ها که این میاد چیکار میکنه، میگه که آقا من مثلا یه پروژه بزرگی دارم که اگه بخوام یا حالا یه فانکشنی دارم نمیتونم مدام پروژه رو هی اجرا کنم، بخوام ببینم چه تغییری کرده، مثلا برسم با کامپوزه مسیر طولانی داره، خیلی وقتم میگیره مثلا. یعنی که نه مثلا پروژه انقدر سنگینه که توی هر دفعه بیلد گرفتنش واسه اینکه من ببینم ظاهرش چه شکلی شد خب وقت گیره. با پرویو شما میتونید یه پیشنمایش از اون کامپوزبلی که نوشتی بسازید. مثلا اینجا حالا کل کامپوزبلش یه تکسته، اومده یه فانکشنی نوشته که انوتیشن پرویو داره، تایپش هم کامپوزبله و اینجا ببینید یه علامت داره که میتونه اون رو شبیه ساز اجرا کنید یا نه. اینجا ببینید سه تا دکمه داره که اسپلیت میکنه یا کلا میره رو حالت دیزاین، که اگه بری رو حالت دیزاین فقط این فانکشنایی که کامپوزبل است رو نشون میده، اگه اسپلیت کنی کد رو نشون میده، این پرویو هم نشون میده، پیشنمایش هم نشون میده. پس شما میتونید از اینجا ببینید میگه آقا حالا شاید خیلی گیج بشین، نگران نباشین، حالا کم کم دوباره میریم پیش. فلسفاً داریم با هم در مورد ساختارش حرف میزنیم. ببینید ما هر فانکشن پرویوی که داشته باشیم وقتی که اینجا رو حالت اسپلیت بزنیم به ما اون رو پیشنمایشش رو نشون میده. میگه آقا این چیزی که نوشتی اینجوری قرار نشون داده بشه که اینجا میبینید نشونش داده. مثلا من ممکنه یه فانکشنی داشته باشم که یه قراره یه تصویر رو نشون بده، یه چیزای پیچیده‌تری داشته باشه توی برنامه بخوام مدام تست کنم. وقتی اینجا مثلا الان مثلا یکی اسپیس اینجا بذارم میبینید که البته رو اینجا باید میزنیم سین که تو داشتم خودکار خودش این کار انجام بده نداد و چیکار میکنه از نو میاد اینو آپدیت میکنه و هر تغییری دادم خواستم رو میدم، به جایی که بیاد کل نرم افزار از نو ساخته بشه صرفا همون کامپوننت از نو ساخته میشه، بیلد میشه، پیشنمایش من نشون داده میشه. هر موقع که اوکی شدم میرم حالا برنامه رو اجرا میکنم. شاید بگه که این خیلی بیشتر داره طول میکشه تا این، میگم الان آره ولی واسه پروژه سنگین اینجوری نیست دیگه، این خیلی کوچیک‌تره تا اون پروژه بزرگه. پس حالا کار به این نداریم، اینو میذاریم رو حالت کد، این رو هم الان در حال حاضر حذفش میکنم، کلا کار بهش نداریم. این گریتین رو هم من الان حذفش میکنم، کار بهش نداریم. میمونه اسکافولد و تم که گفتم تم کلا باعث میشه که مثلا بتونی واسه کل نرم افزار یه فونت خاص مشخص کنی، رنگ بندی رو مشخص کنی، کلا هم ظاهر رو مثلا توی کل نرم افزار مشخص کنی. خب ببینید الان اگر من برنامه رو کامپیوتر گوشیم رو ببرم رو حالت تاریک میبینی که برنامه هم تمش سیاه شده، ولی اگر این تم رو نداشته باشی این اتفاق نمیفته، رنگ همون چیزی است که هست، مثلا سفید میمونه. این تم میاد اینجور چیزا رو هندل میکنه. یا حتی شما میتونید مثلا نرم‌افزارتون چند تا تم بذارید، یا اینکه میتونید داینامیک کالر بذارید که بسته به اینکه تم گوشی کاربر چه رنگی از این رنگش عوض بشه، رنگ بندی نرم‌افزارتون. و اینا توی اسفندون تم که الان ساخته تم چی میشه هندل میشه. خیلی هم ساده هست، چیز پیچیده نیست، ولی الان واردش نمیشیم، توی مواضع بعدی میریم واردش میشیم. فعلا بریم ببینیم اسکافولد چیه. من اینو الان یادم اومد که بزرگش کنم،
چه کاریه دیگه، دیر شده ولش کن. یکم فشار بیاریم فعلا رو چشممون تو این قسمت. ببینید اسکافولد چیه؟ اسکافولد ساختار و استخوان‌بندی نرم افزاره. خب یعنی چی؟ شما با اسکافولد میتونید نرم افزار رو، چارچوب نرم افزار رو مشخص کنید که ببین اگر حالا هر نرم افزاری که شما دیده باشین توی اندروید معمولا یک ساختار مشابهی دارن. حالا مثلا من نرم افزار تماس رو باز کردم، اون پایین یه سری دکمه هست، بالا یه سری حالا یه نواری هست که تو تا عنوان و اینجور چیزا توشه جزء اینا، و یه دکمه شناوری هم این گوشه هست و وسط هم که کل محتوای وارد نشون میده. تقریبا همه نرم افزارهای اندرویدی همچون ساختاری رو دارن. اگر من SMS رو باز کنم اینجا حالا اون فایل دکمه شناور رو داره، بالا عنوان اینا رو داره. اینجا نیاز نداشته اون دکمه پایین رو، اون نوار پایین رو بذاره و محتوای این وسط. و حالا اگر نرم افزار دیگه روی این دستگاه باشن، مثلا ساعت، ببین این نوار پایین رو داره، نه اون بالا عنوان اینا رو داره، یه دکمه که حالا اینا توشه و اینجا فلوتینگ دکمه شناور رو نداره ولی داخل محتوای وسط است. این برای اینکه تو هر ببین دستگاه اندرویدی که ماشاءالله تنوع زیاده، تبلت داریم اینجوری اونجوری گوشی، اینجوری گوشی که باز میشه، بسته میشه، خم میشه. جدا از اون اندروید روی لپتاپ هایی هست مثل کرومبوک ها اجرا میشه. جدا از اون من گفتم مبحث کامپوز میاد توی مولتی پلتفرم هم کاربرد داره که شما میتونید حتی باش برنامه وب بسازید، میتونید برنامه iOS، اندروید، دسکتاپ بسازید، لینوکس، مک، ویندوز. و شما کلا برای اینکه اگه بخوای خودت این یو آی رو هندل کنی، رابط کاربر رو هندل کنی که آقا به هم نریزه تو همه این دستگاه و تنوع سایزها که اندروید به تنهایی کلی تنوع سایز داره، تبلت‌های بزرگ تا گوشی خب سخته بخوای خودت اینا رو همش رو هندل کنی خیلی سخت میشه کارت. اومدن یه چارچوب کلی رو مشخص کردن به عنوان استاندارد، به شما گفتن که آقا بیا توی این چارچوب شما کد بزن، ما خودمون توی همه دستگاه درستش میکنیم، درست نمایش داده میشه و اون بهش میگن اسکافولد. اگر من روش چیز کنم، کنترل بزنم یا کامند بزنم روی مک، یه سری ورودی داره. خب ورودی هاش شامل چی هاست؟ یه مودیفایر داره. مودیفایر رو هم توضیح میدم. همه کامپوزیبل ها مودیفایر رو دارن، مثل آچار فرانسه میبینه، باعث میشه که مثلا بتونید سایزش رو تغییر بدین، عرض، طول، ارتفاع و مثلا رنگش، میتونید مثلا کلا آچار فرانسه هر کامپوزیبل یعنی هر چیزیشو میتونید تغییر بدین، حالا بسته به نوع اون کامپوزیبل. مثلا پس زمینه واسش بذارین، میتونید رنگاشو عوض کنین و خیلی چیزا داره. تقریبا همشون هم دیگه دارن و توش یه سری تغییرات میتونید بدین به اون متد، چون آماده شده دیگه. اسکافولد ساختار آماده‌ای داره، میخواید تغییرات توش بدین، یا مثلا تکست آماده است، مثلا باتون دکمه آماده است، تصویر آماده است، اینا رو میخواید تغییرات توش بدی با مودیفایر معمولا این امکان رو بهت میده که بتونی تغییرات خاصی توش بدی، سایه بهش بدی، مثلا وقتی که موس رفت روش، انگشت کاربر روش رفت، برجسته شه، کوچیک شه، بزرگ شه، خیلی اینا تو مودیفایره، کار بهش نداره و همشون دارن. خب اینو که مشترکه. چیزایی که اسکافولد داره اینه: تاپ بار که دوباره خودش یه کامپوزیبل میگیره واسه این محتوایی که میخواین این بالا نشون داده بشه. باتون بار مشخص ازش، نوار اون پایینه، این پایین واسه محتوایی که میخواین پایین نشون بده دوباره کامپوزیبل میگیره که میتونید توش دکمه رو بذارید. اسنک بار اینجا شاید الان نتونم نمایش بدم، الان نمایشش بدونم چیه. اسنک بار دیدین مثلا داخل نرم افزار یه کاری رو انجام میده، یه پیغامی این پایین میاد، یه چیزی رو موقتی مینویسه و میره، مثلا درخواست شما انجام شد، برنامه حذف شد، فلان اتفاق افتاد. یه توست بار داشتیم قبلا ها و الان جایگزینش شده اسنک بار. خب شاید هم بتونم اینجا داخل اینترنت بهتون نشون بدم. اگر که اسنک بار رو بزنی سرچ کنی اینه دیگه. این نوارهاییه که توش یه پیغامی رو به کاربر نمایش میده که بسته به اوضاع اینترنت ممکنه این تصاویر حالا باز بشه یا نشه. این خیلی خوب مشخصه، فکر میکنم که شما البته یه تیکه از تصویر نده ولی این خوبه. خب
یه پیغامی هست که میاد تو صفحه نشون. این فضا رو مشخص، این اسنپ بار واسه اینه. فلوتینگ اکشن باتون گفتم چیه؟ این دکمه شناوره هست که ایتون نرم افزار الان نداره، ولی توی نرم افزار تماس ما داشتیم و اینا الزامی نیستن دیگه، هر کدومشو که خواستی میتونی استفاده کنی دیگه. مثلا ممکنه یکیش این نداشته باشه، یکیش اینو نداشته باشه، هر کدومش معمولا تاپ بار رو همه دارن ولی ممکنه اون هم نداشته باشی. و فلوتینگ اکشن بار پوزیشن که مشخصا میگه میخوای کجا قرار بگیره، این طرف باشه یا این طرف باشه. و حالا رنگ بندی که مثلا ما پس زمینه میخوام تو همه صفحات فلان رنگ باشه. اینا به صورت پیش‌فرض اگر دقت کنین داره از رنگ بندی تم شما میخونه و ویندوز اینم کار بهش نداری. این اینستنس هم واسه همین فاصله های اطراف چیزه که مشخص کنه. و یه مورد آخری هم که از کانتنت میشه محتوایی که این وسط قرار نشون بده. این محتوای اصلی که این وسط هست میاد توی کانتنت. ترسناک هم نیست، خیلی هم راحته. وقتی که استفاده میکنی کم کم میبینی که همه جا داری استفاده میکنی، اصلا چیز سختی نیست. فقط میخوام بدونید که شما واسه اینکه یه ساختاری به نرم افزار بدید که همه جا درست بشه به هم نریزه، نمیای همینجوری کد بنویسید. نه، ما یه دونه اسکافولد میذاریم، میگیم آقا نوار بالایی رو حالا این نشون بده، نوار پایینی رو این نشون بده، دکمه شناورمون رو این شکلی نشون بده و محتوایی که این وسط هست هم مشخص کنیم. اینجوری دیگه برنامه‌مون به هم نمیریزه و این هم فکر میکنم واسه قسمت اول کافی باشه. حالا برنامه‌مون رو اگه اجرا کنیم، این چیزی که ببینید توی بسم الله لامدا بهش میگن، خب توی برنامه سیه حالا کامپوزیبل مثلا خیلی کاربرد داره، کلا توی کاترینا بدونید آخرین ورودی فانکشن، خب آخرین ورودی فانکشن اگر که ورودیش فانکشن، اگر فانکشن باشه آخرین ورودی یک فانکشن، اگر فانکشن باشه دو طریق میتونین اون فانکشن رو بنویسید. ببین یکی اینه که آقا من اینجا می‌نویسم اسکافولد. دیدیم که آخرین ورودی این فانکشن چی بود؟ این اسکافولد، درسته؟ آخرین ورودی اسکافولد کانتنته. من دو طریق میتونم کانتنت رو به این اسکافولد بدم. یکی اینجا می‌نویسم کانتنت، چون مقادیر دیگه‌اش پیش‌فرض دارن ما میتونیم ننویسیم دیگه. قبلا توضیح دادیم، گفتیم هر چیزی که مقدار پیش‌فرض داره رو میتونیم اسکیپ کنیم. همشون مقدار پیش‌فرض دارن به غیر از آخری که محتوای اصلی دیگه. اینو اگه نداشته اصلا اسکافولد معنی نداره. خب حالا میخوایم فقط محتوای آخری رو بهش بدیم، پس می‌نویسیم کانتنت مساویه خب یه فانکشن رو هم که اینجوری میشه بنویسید توش. خب حالا توی این فانکشنه هر چیزی میشه نوشت، مثلا این تکست رو بذاریم هر چیزی. و یه طریق دیگه هم شما میتونید آخرین ورودی اگر فانکشن باشه بهش مقدار بدین و اونم به این شکله. این خارج از پرانتزه که حالا چون هیچ چیز داخلش نیست، حتی میتونید پرانتزش هم نذارین یا پرانتزه رو بذارین، میتونید چیکار کنید؟ اینو باز کنید و آخرین فانکشن رو به جلوش بنویسید به این شکل. خب امیدوارم که هیچ نشده باشین، ولی به صورت کلی توی پس بیا من یه مثال خیلی ساده ترش اگه بخوام بزنم که گیج نشین، چون اینجا حالا من یه فانکشن می‌نویسم. خب یه فانکشن می‌نویسم که ورودیش مثلا اینتره و تایپش یه فانکشنه. خب حقیقت فقط یادم رفت چجوری ورودی فانکشن رو اینجوری می‌نویسم. میتونیم به جای قبلا بهتون گفتم دیگه، شما میتونید داخل مثلا فانکشن سامپل ها، ما قبلا با هم صحبت کردیم، گفتیم میتونیم یه فانکشن بسازیم که ورودی های مختلف داشته باشه. ورودی های ما همیشه متغیر بودن توی تستای مطالبی که قبلا نوشتیم، ساده بودن. حالا ما داریم میگیم که شما میتونید ورودی رو فانکشن بذارید، یعنی یه فانکشنی که ورودیش دوباره فانکشنه و اون فانکشن ها حالا چیزای دیگه داخلش ممکنه ورودی بگیرن، دوباره مثلا این فانکشنه ممکنه تو ورودیش مثلا یه سری چیزا رو بگیره. خب گیجتون نمیخوام بکنم، فقط صرفا میخوام بفهمین این که اینجا اومده نوشته اسفندون تم و اینجا اینو باز کرده، این چیه، چجوری این همچون چیزی رو ساخته. اینا این شکلی هستن که یه فانکشنی هستن که آخرین ورودیشون ممکنه ورودی‌های مختلفی داشته باشن. آخرین ورودیشون مجدد فانکشنه. وقتی آخرین ورودی مجدد فانکشن باشه میتونی به این شکل
صداشو بزنیم این شکل. الان من اینجا میام بنویسم به من اگه بنویسم سامپل، خب میتونم این شکل بنویسم، میتونم من چجوری بنویسم، میتونم مثلا سامپل اینجا پرانتز بزنم و اینجا فانکشن ورودی رو بهش بدم. حتی یه شکل دیگه سامپل، من میگم سامپل دارم، خب فانکشن ورودی میخواد دیگه، پس من میتونم یه فانکشن بهش بدم. فانکشنی دارم به اسم مثلا فانکشن سامپل 2. خب این همچون فانکشنی مثلا من دارم، میتونم به جای اینکه اینجا بیام هر چیزی میخوام بنویسم اینجا بنویسم سامپل، خب و نیوش کنم. این هم درست باید باشه که الان باید درست نیست این. آها این اینجوری رو دیگه نمیتونی بنویسی، باید بنویسی فانکشن و توش این فانکشن رو بذاریم. این که مشخصا همون شد، هیچ فکر کردم اونجوری هم میشه که نمیشه هیچ. پس دو راه داریم واسه اینکه یه اگر که آخرین مقدار ورودی یه فانکشن بود، دو طریق نوشته میشه، یا این شکل یا این شکل، که این شکلی نمی نویسن واسه راحتی میاد این شکلی می نویسن. پس این اسفندون تم هم چیزیه، آخرین ورودیش فانکشن بوده. اگر من روش نگه دارم بیارم میبینی که آره ورودی های مختلف داشته، آخرین ورودیش مجدد چی بوده؟ فانکشن بوده. این نماد یک فانکشنه توی ورودی یک فانکشن دیگه. خب این هم همینجوری آنکریت مثلا این که فادش فانکشنه چی، این است کانتنت همینه. ببین آخرین ورودیش فانکشن بوده. حالا فانکشن نکته که داره اینه که حتما با کامپوزیبل باشه دیگه. این مثلا این که گذاشته یعنی فانکشن به غیر از کامپوزیبل نمیگیره، این همین فقط انوتیشن داره. پس این هم حالا امیدوارم که گیج نشده باشه. اینو صرفا گفتم که ببین اینجا مثلا ممکن چیزای دیگه هم داشته باشه ورودی ها، مثلا name اینتجر. خب اینجا مثلا باید اینتجرشو تو همون پرانتزه بذاریم و این شکلی میشه. خب حالا اگر آخرین ورودی فانکشن نبود، مثلا اینجا مثلا color مثلا این string، خب دیگه نمیتونی این شکلی بنویسی. اینجا می‌نویسم مثلا فلان کالرشه red، اینجا دیگه نمیتونی بگی آقا این باشه کالرش مثلا فلان پس اون فانکشنه دیگه. نه، اگر آخرین ورودی فانکشن نیست دیگه فقط این شکلی میتونی بنویسی، همین تایپ رو تمام. فقط در صورتی میشه اونجوری نوشت که آخرین ورودیش فانکشن باشه. اینو بدونین چون زیاد تو کامپوزیبل استفاده میشه. ما فانکشن ها صدا میزنیم بعد میام تاش اینجوری میرسه مثل این. خب نگید چه جوری داره این فانکشن رو میرسه، من که فانکشن میرسم که اینجوری صدا زده نمیشه. به خاطر اینکه آخرین ورودی اون فانکشن یه فانکشن دیگه است. حالا تو مبحث بعدی میریم سراغ ساخت آره اسکافولد کامپوننت دیگه. به اندازه کافی فکر می‌کنم شما رو گیج کرده باشم. بس دیگه خسته نباشین و خدا نگهدار.